نام خدا. آزمون 2 آذر 1403 کانون ریاضی آمار 1. سال 1 اومده گفته که در این معادله درجه 2 اگر یک ریشه معادله باشد، ما میدونیم ریشه معادله در معادله صدق میکنه. یعنی اگر من به جا x عدد 1 قرار بدم، ضرایب رو می نویسم 2 منهای منها تو این پرانتز ضرب بشه، منهای آ منهای 5 به علاوه 3 مساوی با 0. نتیجه 2 منهای آ میشه آ، منهای 5 با 3 میشه منهای 2 مساوی با 0. نتیجه میگیرم آ میشه عدد 2. آ که به دست اومد 2 رو جایگزین میکنم در معادله. نتیجه میگیرم 2 تا 4 تا میشه 4x2 منهای آ که 2 بذارم 2 با 5 میشه 7x به علاوه 3 مساوی با 0. خب در این معادله درجه 2 ما میدونیم ضرایب آ بی سی. آ بی سی رو من دارم. ببینیم سوال چی گفته. گفته ریشه دیگر معادله چیه؟ خب ما میدونیم که ضرب ریشه ها سی تقسیم بر آه. سی اینجا هست 3، اینجا سی هست 3، آ هست 4. ما میدونیم یکی از ریشه هامونم که 1 بود، 1 میذاریم، پس x2 به دست اومد 3/4. یعنی ریشه دیگرمون 3/4 شد. خب x2 شد 3/4. خب 3/4. ببینیم آخر سوال چی گفته. گفته که ریشه دیگر چند برابر مقدار آه. آ هم که به دست آوردیم 2. یه 1 به 2 بدیم، دور در دور نزدیک کنیم، میشه 3/8. حواستون باشد که گزینه 1 دام تسته. ریشه دیگر 3/4 شد ولی ریشه دیگر رو نمیخواست. از من اینجا چی میخواست؟ گفته بود ریشه دیگر چند برابر مقدار آه. 3/8 گزینه 1 تیک میخوره. اما سوال 2 اومده یک معادله درجه 2 میشه اینجا. چه شکلی؟ گفته مجموع این مساحت ها، مساحت مستطیله هست طول ضرب در عرض، یعنی x ضرب در 3x. مجموعشون یعنی جمع کنیم. مساحت مستطیل بعدیم هم که میشه x منهای 1 در x منهای 1 میشه x منهای 1 به توان 2. جمعشون گفته 31. اندازه ضلع بزرگتر رو از من میخواد، یعنی 3x میشه اندازه ضلع بزرگتر. خب ما میایم این سمت چپ x که تو این ضرب بشه میشه 3x2 به علاوه اتحاد مربع اولی به توان 2x2 منهای 2 برابر اولی در دومی به توان 2. اینم که 31. 3x2 1x2 میشه 4x2 منهای 2x. 31 بیاد این سمت منفی میشه، با 1 جمع بشه میشه منهای 30 مساوی با 3. 2 تا عدد پیدا میکنم، 2 تا پرانتز اتحادیه جمله مشترکه. اول پرانتزا این مهمه که من بیام اینجا دور 2x چون جمله مشترکه یه پرانتز بذارم. چرا جمله مشترکم 2x؟ چون جذر 4x2 2x. پس اول پرانتزا جمله مشترک رو می نویسم. 2 عددی که ضربش 30 بشه و جمعش بشود منهای 1. جمعش بشود منهای 1. اون 2 عدد 5-6 تا هستن. 5-6 تا میشه 30 تا. جمعشون میخوام بشه منهای 1 منفی مثبت. پرانتز اولیه رو 0 بذارم، یه x مساوی با 3 به من میده. پرانتز دوم رو 0 بذارم، یه x به من میده. چون 5 میره اون طرف منفی میشه، تقسیم بر 2 میشه، منهای 5/2 به من میده. این x ها اندازن، اندازه یه ضلع که نمیتونه منفی باشه که، پس 3 قابل قبوله. از من چی خواسته بود؟ مقدار ضلع بزرگتر مستطیل، یعنی 3x رو خواسته. x من که 3 شد، 3 قابل قبول شد. 3 تا 9 تا. در گزینه ها
گزینه 2 9. پس در گزینه ها گزینه 2 رو تیک میزنه که عدد 9 بود. اما سوال 3 سوال جالبیه. گفته به ازای چند مقدار این معادله فقط یه ریشه داره. نگفته این معادله درجه 2. اگه میگفت معادله درجه 2 میگفتیم دلتا باید 0 باشه. ولی اگر حالت اول اگر آ 0 بشه، این یه مقدار به دست اومد بر آ که 0 باشه اینو صفرش میکنه، فقط چی میمونه؟ 0 ضرب در x میشه 0 دیگه، میشه 2x منهای 4 مساوی با 0. نتیجه میگیرم منهای 4 میره اون طرف، تقسیم بر 2 میشه، 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس این یه جواب به دست اومد وقتی آ 0 بود. این پس یه مقدار برای آ گفته بود چند مقداره، این یه مقدار. حالت 2 رو ببینید. اگر نگاه هم معادله درجه 2 باشه، وقتی معادله درجه 2 فقط یه جواب دارد که دلتا 0 باشه. دلتا رو 0 میذارم. دلتا بود B2 منهای 4 AC. این باید 0 باشه. نتیجه میگیرم B2 یعنی 4 منهای 4 آم آه سیم هم که منهای 4. این باید 0 بشه. نتیجه میگیرم این 4 که خودش منهای در منها 4 4 4 تا 16 تا آ مساوی با 0. نتیجه میگیرم 4 مساوی با منفی 16 آ تقسیم بر منهای 16 کنم یه مقدار دیگه اینجا به دست آوردم، اینم یه مقدار. پس کلا من برای آ 2 مقدار پیدا کردم. برای آ 2 مقدار پیدا کردم. گزینه 3 گفته بود چند تا مقدار برای آ داره؟ 2 مقدار. یه مقدار آ 0 شد، یه مقدارم به دست اومد منفی 1/4 که دیدیم منفی 1/4 هم 2 تا. یه مقدار اینجا، یه مقدارم 0، 2 مقدار به دست اومد. اما سوال 4 که یه سوال فوق العاده زیباییه، گفته به ازای چه مقادیر طبیعی از کا این معادله درجه دوم ریشه هاش اعداد گویا هستن. ریشه ها یادتون باشه اینا بودن دیگه، منفی بی به اضافه و منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2. معادله درجه دو ریشه هاش اینن دیگه. چه موقع این کسر گویاست؟ وقتی دلتا یه عددی باشد که مربع کامل باشه، یعنی جذر بده. مثلا اگه 2 باشد که رادیکال 2 یه عدد گنگه، 4 باشه، 1 باشه، 9 باشه، 16 باشه که از رادیکالی خارج بشه، یک کسر بشه گویا. پس ما میگیم دلتا باید مربع کامل باشه. دلتا باید مربع چی باشه؟ کامل باشد. دلتا رو تشکیل میدم. دلتا B2 منهای 4 آسیه. اینجا دلتا هست B2 یعنی 2K به علاوه 1 توانش 2 منهای 4 آمم که کاه، سی هم که کای منهای 1. این باید مربع کامل باشه. نتیجه دلتا رو تشکیل میدم. این اتحاد مربعه، این اتحاد مربعه. اولی به توان 2 4x2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی 4k، دومی به توان 2 1 منهای 4k ضرب در k بشه منهای 4k2 منفی در منفی مثبت 4. این 4k2 منفی با 4k2 مثبت بره، اینم 4k بود. خب یه 4k با یه 4k میشه 8k به علاوه 1. دقت کنید این باید مربع کامل بشه. خب من گزینه ها رو نگاه میکنم. ببینید اگه من کار 1 خب مسلما 8 1 8 تا 1 میشه 9 تا. این مربع کامله. تو تمام گزینه ها k مساوی با 1 رو دارم. خب هیچ گزینه‌ای رد نشد. k رو 2 میذارم. k رو 2 بذارم، به جای این k تو این عبارت 2 بذارید 8 2 تا 16 و 1 میشه 17. 17 مربع کامل نی. پس من گزینه 4 هم رد میشه. چرا 4 رد شد؟ دلیلش اینه که این 4 گزینه 4 عدد 2 توشه. میریم سراغ اعداد بعدی. اعداد بعدی که من دارم خب 3 هم دارم دیگه. کار رو 3 بذارم، کار رو عدد 3 میذارم.
چه اتفاق میفته؟ 3 8 تا 24 و 1 25 این مربع کامله. عذرخواهی میکنم. همه اینا 3 دارن، پس هیچ کدوم دیگه رد نمیشه. کارو 6 قرار میدم، چون 6 تو 1 و 3 هست دیگه. 6 قرار بدم، 6 8 تا 48 تا 1 میشه 49. 49 مربع کامله. 2 هم رد میشه چون 6 تو گزینه‌های 1 و 3 بودن. حالا عدد 10 رو بذارید به جا کارو که 10 بذارم 8 تا 80 تا و 1 90 8 تا 81 81 81 مربع کامله. پس گزینه 1 که عذرخواهی میکنم همه اعدادش به جا کا بشینن مربع کامله و وقتی مربع کامل بشند دلتای من که 8 کا به علاوه 1 بود جذر میده. جذر که بده یه عدد میشه. بی و 2 هم اعداد غیر رادیکالی هستند. این کسر که جواب ها باشن میشن گویا. گفته ریشه ها معادله میخواد اعداد گویا باشن، پس دلتا باید مربع کامل بشه. گزینه 1. سوال بعدی ABC رو ما اگه مشخص کنیم این B1 این هم Cه، C هم 7. ABC رو من مشخص کردم. گفته جمع ریشه ها S منفی B تقسیم بر A، نه منفی تقسیم بر 2A. این جمع ریشه هاست. خیلی ها جمع ریشه ها که منفی B به A با منفی B به 2A قاطی میکنن. منفی B به A، B تو منفی کن که 1 بود میشه منهای 1 تقسیم بر A کن، این M به علاوه 1. این گفته 1/2 مساوی با 1/2 قرار بدید، طرفین وسطین کنید میشه منفی 2. 1 بره اون طرف میشه منفی 3. عذرخواهی میکنم. M رو منفی 3 قرار بدید. منفی 3 با 1 جمع میشه منفی 2 x2 به علاوه x به علاوه 7 مساوی با 0. آخر سوال گفته آقا حاصل ضرب این دو ریشه کدومه؟ این آه، اینم بیه، اینم سیه. پی ضرب ریشه ها بود که x1 x2 ضرب ریشه ها بود. سی تقسیم بر آ. سی اینجا چنده؟ 7. آ هم که منهای 2 میشه منهای 3.5. گزینه 4. گزینه 4 منهای 3.5. سوال بعدی باز یه سوال فوق العاده زیباییه. گفته که آلفا و بتا ریشه های معادلند. آلفا بزرگتر از بتاست. خب ریشه بزرگتره اینه، همیشه یادتون باشه منفی بی به اضافه رادیکال دلتا تقسیم بر 2. این ریشه بزرگتره. بتا ریشه کوچیکتره، میشه منفی بی منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2. پس این ریشه بزرگتره یا ریشه مثبت است. پایینی ریشه کوچیکتر است. خب ما اینجا آ بی سی مون مشخصه. آمون 1، بی مون 2 رادیکال. میرم میسازم اینا رو. آلفا رو میسازم. بی تو منفی کن میشه منهای 2 رادیکال 3. بیت منهای 2 رادیکال 3 منفیش کن به علاوه دلتا رو تشکیل بدم. بی 2 منهای 4 آسی 2 رادیکال 3 به توان 2 2 به توان 2 4 ضرب در رادیکال 3 به توان 2 3 میشه 12 منهای 9 هم که بیاد این طرف این میشه دیگه x2 به علاوه 2 رادیکال 3 منهای 9 مساوی با 0. منهای 4 ضرب در منها مثبت 36 جمعشون میشه 48. 48 تا میدونیم بنویسیم 16 تا 3 تا. اگه رادیکال روش بشینه خب میشه 4 رادیکال 3. دلتامون شد 4 رادیکال 3. پس من اینجا 4 رادیکال 3 میذارم تقسیم بر 2a یعنی 2.
جمع اینا میشه 4 رادیکال 3. دو تاش بره میشه 2 رادیکال 3 تقسیم بر 2 بشه میشه رادیکال 3. آلفا شد رادیکال 3. بتا رو به دست بیارن. بتا میشه همین بینشون منهای 2 رادیکال 3 منهای 4 رادیکال 3 تقسیم بر 2 که میشه منهای 6 رادیکال 3 تقسیم بر 2 میشه منهای 3 رادیکال 3. از من چی خواسته بود؟ از من خواسته بود که سه آلفا رو منهای بتا کنم. خب 3 آلفا رادیکال 3 هست میشه 3 رادیکال 3 منهای بتا منهای بتا هم که هست منهای 3 رادیکال 3. خیلی ها منفی در منفی اجرا نمی کنن و گزینه 1 0 رو تیک میزنن، ولی ما میدونیم دوتا بینشون جمع میشه حاصل میشه 6 رادیکال 3. بین گزینه ها 6 رادیکال 3 رو دقیقاً باید گزینه 2 رو انتخاب کنن. گزینه 2 6 رادیکال 3 هست. اما سوال 7 یه معادله کسری داده. در این معادله کسری گفته یک ریشه ای هست در این معادله منهای 2، پس ریشه معادله همیشه در معادله صدق میکنه. من x هر جا میبینم منهای 2 قرار میدم. منهای 2 قرار بدم میشه منفی 2 منهای m مخرج منهای 2 به علاوه 4 به علاوه 6 تقسیم بر منهای 2 به توان 2 میشه 4، اون سمت میشه منهای 1 دوم. این دقیقاً میشه 3 تقسیم بر 2. 6 چهارم میشه 3 دوم. 3 دوم بره اون طرف میشه منهای 2 منهای m تقسیم بر منهای 2 با 4 جمع بشه میشه 2 منهای دوم با منهای 3 دوم میشه منهای 4 دوم. منهای دوم 3 دوم بیاد اینور منهای 4 دوم 2 رو خط میزنم چی به دست میاد؟ منهای 2 منهای m شده منهای 4. نتیجه میگیرم این منهای m بیاد این طرف منهای 4 بره اون طرف با منهای 2 جمع بشه 4 با منهای 2 جمع بشه 2 m به دست اومد عدد 2. از من چی خواسته بود؟ مقدار m رو خواسته بود. به ازای چه مقداری از m؟ گزینه 2. گزینه 2 m شد عدد 2. اما سوال 8 سوال فوق العاده زیباییه. سوال 8 میگه که این فولادی که ما یک قطعه فولاد داریم از 2 قسمت تشکیل شده. دقت کنید فولاد رو گفته از 2 قسمته. اومده آهن و کربن رو با هم ترکیب کرده. کربن رو به اضافه آهن کنم اون قطعه فولاده به دست اومده. حالا گفته که نسبت یعنی خط کسری جرم کربن به آهن برابر با 6. برابر چیه؟ 6. خب من یه 1 به این میدم چون سمت چپ کسره اینم کسرش میکنه. خب حالا قبول دارید که این بالا من یه x بذارم پایینم x بذارم x با x خط بخوره هیچ تأثیری تو کار من نداره، ولی همیشه سعی کنیم یه مجهول بذاریم که در انتها از من چی خواسته؟ جرم آهنو یعنی x به دست بیاد. ما میدونیم این نسبته که شده و 6 فهمیدیم جرم کربن 6. ببینید الان فولادم هم میخوام به دست بیارم. جرم کربن 6x جرم آهنه 1x جمعشون میشه 7x. پس جرم فولادم 7x. بعد میگه اگه استاد قلمکار اون فولاد رو ذوبش کنه بعد بیاد 200 گرم به آهن اضافه کنه. بچه اگه 200 گرم به آهن اضافه کنه خب ما جدیدمون یه آهن جدید پیدا میکنیم. خود آهن x بود 200 گرم بهش اضافه بشه میشه x به علاوه 200 گرم. خب کربن جدید من هیچی بهش اضافه نمیکنه، همون چیه؟ همون کربن قبلی است. کربن قبلی هم که 6x بود.
فولاد جدید من چیه؟ چون 7x بود فولاد قدیمم، وقتی 200 گرم به آهن اضافه کنم، فولاد که ترکیبی از آهن کربونه، پس دقیقاً فولاد جدیدم همون 200 گرم که به آهن اضافه میشه، اون 200 گرم میاد به فولاد جدید که 7x اضافه میشه. حالا آخر سوالو بخونید. اگر در حالت جدید، خب جرم فولاد را گفته اگر در حالت جدید 2/3 جرم فولاد را کربن تشکیل دهد. چقدر؟ 2/3. خب من میام تشکیل میدم جرم کربن جدید رو با سبز نویسم به فولاد کربن که 6x، فولاد جدید منم 7x به علاوه 200. گفته اگر در حالت جدید این بشه 2/3. طرفین وسطین میکنم اینجا. وقتی طرفین وسطین بکنم، طرفین وسطین چه اتفاقی میفته؟ 6 ضرب در 3 بشه میشه 18x مساویه با وسطین 14x به علاوه 2 تا 200 میشه 400. نتیجه بگیرم، یه مقداری ببرم تابلو رو بالا. نتیجه بگیرم 18x منهای 14x میشه 4x مساوی با 400 تقسیم بر 4 کنم x میشه 100. از من چی خواسته بود سوال؟ پس x شد 100. x شد 100. از من در انتها جرم آهن رو خواسته. آهن خب با 200 گرم جمع شد دیگه، آهنه با 200 گرم جمع شد. پس نتیجه میگیرم x به علاوه 200، x هم که 100 شد به علاوه 200 میشه 300. تو گزینه ها 300 را باید که گزینه 4 باشه انتخاب بکنیم و تیک بزنیم. پس در نهایت این جرم چیه به دست اومد؟ جرم آهن جدیده با اون تغییراتی که 200 گرم اضافه کرد. پس فهمیدیم که جرم آهن در انتها میشه 300 گرم. سوال فوق‌العاده خوبی بود. صفحه 35 کتاب درسیتون هم همچین سوالی شبیهش هست. سوال 9 باز اینم تو کتابتون هست، هر جام آزمون بدین سوال تشریح بدین این همچین تیپ سوالا رو می‌بینید. اینا رو میگن کاربرد معادلات کسری. میگه آقا یه استخریه، 2 تا شیر بهش متصله، شیر آ و بی. شیر آ استخر رو 15 ساعت زودتر پر میکنه. هر جا زودتر گفت اونو x بگی. پس من شیر آ رو میگیرم x. پس شیر بی میشه x به علاوه 15. حالا تو 1 ساعت، حالا هر 2 تا شیر با هم، دو شیر آ و بی با هم استخر رو تو 4 ساعت پر میکنن. حالا در 1 ساعت این شیر آ 1 ایکسوم ساعت استخر رو پر میکنه، شیر بی هم 1 به x به علاوه 15 ساعت پر میکنه. دوتاشون جمعشون میشه 1/4 ساعت. 2 تا شیر با هم پر میکنن، جمعشون شد 4 دیگه. پس تو 1 ساعت 1/4 ساعت پر میکنن. خب یه معادله کسری شد. مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک هم این باشه، این 2 تا مخرج که در هم ضرب بشن، x رو من در x به علاوه 15 ضرب میکنم. صورت چی میشه؟ خب بذارید ضرب بکنم دیگه، همینجا یه مرتبه یه کسر دیگه اضافه ننویسم. مخرج مشترک ضرب این 2 تا مخرج x2 به علاوه 15x. خب این 2 تا مخرجام تو صورت وقتی یکن با هم جمع میشن، وقتی غیر یک باشن مخرج کسر دوم تو صورت کسر اول ضرب میشه، مخرج کسر اول تو صورت کسر دوم. بینشون هم جمع میکنم. من 2 تا x دارم، یه 15 دارم. سمت راست هم که 1/4. طرفین وسطین بکنیم. 1 تو این ضرب بشه میشه x2 به علاوه 15x مساوی با وسطین 4 در این ضرب بشه میشه 8x به علاوه 60. همه رو ببرید اون طرف میشه x2 15 تا x
منهای 8x میشه 7x مثبت منهای 60 مساوی با 3. دو تا پرانتز باز میکنی، مساوی با 0 رو میذاری، ابتدای پرانتز جذر x تو x، دو عددی که ضربش 60 باشه جمعش 7، 5 و 12 جمعش رو میخوام بشه مثبت 7، 12 مثبت 5 منفی. خب این دو تا عدد، این دو تا پرانتز اول 5 صفرش میکنه، پرانتز دوم منهای 12 صفرش میکنه. خب ساعت که منفی نیست که، پس این منهای 12 غیر قابل قبوله، پس x هم شد 5. از من چی خواسته بود؟ گفته بود شیر بی، تو سوالو ببینیم شیر بی به تنهایی، شیر بی اگر باز باشد به تنهایی استخر رو تو چند ساعت پر میکنه؟ شیر بی، شیر آ که میشه x بود میشه 5 ساعت، شیر بی میشه x به علاوه 15، x هم که 5 با 15 جمع بشه تو 20 ساعت شیر بی که باز باشد استخر رو پر آب میکنه. 20 هم که تو گزینه یک هم را تیک میزنم. اما سوال آخر میگه که مجموع معکوس دو عدد طبیعی مضرب 5 مضرب 3، مضرب های 3 تا حرکت کنیم به جلو، 6 3 تا میره. حالا دو عدد طبیعی که مضرب 3 باشن، اگه یکیش x باشه اون یکی حتما x به علاوه 3 هست. دو عدد طبیعی متوالی که مضرب 3 باشن دوتان، گفته مجموع معکوسشون یعنی یه x و معکوسش، اونم معکوسش 1 به علاوه 1 تقسیم x به علاوه 3. گفته 9/5 معکوس عدد کوچکتره، عدد کوچکترم که x بود معکوسش 1 x. من اگر سمت چپ رو مخرج مشترک بگیرم این دوتا تو هم ضرب بشن x در x به علاوه 3، من عمل ضرب رو مثل تست قبل انجام نمیدم چون سمت راستم یه 5 ضرب در x دارم. صورت گفتم وقتی صورت ها یکن دوتا مخرج جمع میشن میشه 2x به علاوه 3. صورت اونم که یه 9. خوب دقت کنید، من میگم این x رو با این x میزنم. آقا این x رو با این x میزنم. چرا میتونم x رو بزنم؟ چون اولا دوتاشون دو طرف تساوی ان، دوتاشون تو مخرجن. اگر x صفر به دست بیاد که من چون مخرج رو صفر میکنه قبول نمیکنم، پس x ناصفره. چون x صفر نیست من تونستم x ها رو از دو طرف و تو مخرجن بزنم. پس چی برای من میمونه؟ یه طرف وصل کنم 2 5 تا 10 تا x به علاوه 3 5 تا 15 تا مساوی با 9 رو تو این ضرب کنم میشه 9x به علاوه 3 9 تا 27. x ها برن یه طرف 10x منهای 9x میشه x، 15 بیاد این طرف از 27 کم بشه x میشه 12. خب چی خواسته بود از من؟ گفته بود که عدد بزرگتر کدامه؟ من x 12 اصلا تو گزینه‌ها ندارم. عدد بزرگتر این x به علاوه 3 هست. عدد کوچکتر اگه میخواست قطعا میشد 12. به نظر من یه 12 باید تو گزینه‌ها میداد آزمون 2 آذر که خیلی‌ها 12 که به دست می‌آوردن جوگیر بشن تیک بزنن، ولی من 12 رو باید با 3 جمع کنم. 12 رو با 3 جمع کنم میشه 15. این عدد بزرگتره، گزینه 4 هم رو تیک میزنم. خدا قوت، خدا نگهدارت.